بسم الله الرحمن الرحیم. درس دوم. در این درس ما با حرکت ها آشنا می شویم. حرکت چیست؟ ما گاها می بینیم که حرف ها در بالای خود یا در زیر خود بعضی خطچه یا این علامت ها را دارند. این علامت که بالای خط آمده است، این اشارت به حرف ها است و این خدشه در بالای حرف آمده است به این صورت و به این صورت. این را حرکت میگویند و این حرکت ها سه تایند: یکی در بالا، یکی در پایان و یکی به این صورت. سه حرکت. از این رو آنها را حرکات میگویند، یعنی حرکت ها. و امروز ما حرکت را در درس خود میگیریم که آن خدشه است در بالای حرف. این را فتحه گویند. فتحه یا زبر. این فتحه و زبر ا را افاده میکنند. ا یعنی به هر حرفی که ما داریم ا علاوه می شود، یعنی فتحه علاوه می شود و حرف هایی که این گونه حرکت را دارند اینها را حرف های مفتوحه میگویند. حرف هایی که فتحه دارند آنها مفتوحند. شروع میکنیم از اول. الف فتحه ا، باء فتحه با، تاء فتحه تا. اینجا دو تی دیگر هم آمده است تا اینکه در آینده وقتی ما اگر این گونه شکل ها رو دیدیم تعجب نکنیم. اینها تی مربوطه هستند. ساء فتحه سا، جیم فتحه جا، حاء فتحه حا، خاء فتحه خا، دال فتحه دا، ذال فتحه ذا، راء فتحه را، زاي فتحه زا، سين فتحه سا، شين فتحه شا، صاد فتحه صا، ضاد فتحه ضا، طاء فتحه طا، ظاء فتحه ظا، عين فتحه ع، غين فتحه غا، فاء فتحه فا، قاف فتحه قا، کاف فتحه کا. اینجا هم شکل های دیگری کاف آورده شده است که به این صورت هم کاف می آید و به این صورت هم کاف آمدنش ممکن است. لام فتحه لا، میم فتحه ما، نون فتحه نا، واو فتحه وا، هاء فتحه ها. اینجا هم شکل های دیگری ها آورده شده است. لا، لا لام الف فتحه لا، یعنی کشیش دارد. این در آینده برای ما معلوم می‌گردد برای چی این لا درازتر کشیده شد. همزه فتحه ا، یاء فتحه یا. و اینجا شکل دیگر یا هم برای ما آورده شده است که دو نقطه در حالی که در زیر این خط گذاشته می شود افاده یا را می کند. یاء فتحه یا. بار دیگر تکرار میکنیم. ا، با، تا،
سا نوک زبان چگونه که در درس گذشته گرفته بودیم. جا، ها، خا، دا، ذا این هم نوک زبان. را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا این هم نوکی زبان بود. قا، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ها، لا، آ، یا. در اینجا اگر ملاحظه کرده باشید در بالای حرف الف همزه آورده شده است. اصلا همزه حرکت میگیرد، ولی اگر الف بالای او همزه نباشد اون همیشه ساکن است. الف همیشه ساکن است. آنچه که حرکت میگیرد اون همزه است. همزه 6 حالت دارد. همزه 6 حالت دارد. در وقت نوشتن وقتی که اون در جایهای مختلف واقع می شود شکل او تغییر می یابد. ببینید که در اینجا همون 6 حالت آورده شدند. این الف آمده است در پایان اون همزه است و به این صورت خطی این. شاء در اینجا همزه به این شکل آمده است. شاء وقتی که زیر بگیرد همزه اون علامت همزه در پایان الف نوشته میشه. شاء وقتی ببینید فتحه که آمد بالای او خودش تنها میاد. الباری او به شکل یا و در بالای یا همزه نوشته می شود. شیئا شیئا مثل حرف یا ببینید اینجا شی اینجا همزه هم آورده شده است و در خانه مثل یا مثل نون مثل تا خانه دارد و بالای او همزه جای گرفته است. لم یأتی اینجا ساکن آمده است یأتی و به الفی که بود در بالای او همزه ساکن آمد. المؤمنو المؤمنو به شکل واو که بالای او همزه است این به این صورت هم می آمده است. یعنی شکل یایی هم داشته است، شکل واوی و شکل الف.